پسر شما دیروز در حضور همین آقای رادوسکین سری به احترام به طرف رازومیخین فرود آورد. اسم شریفتان همین است دیگر، نه؟ ببخشید اگر اسمتان از یادم رفته. حرفایی که من ضمن صرف قهوه به طور خصوصی به شما گفته بودم همه را به کلی تحریف کردند و به مسخره گرفتند. من گفته بودم ازدواج با دختر فقیری که مزه سختی ها و مشقت های زندگی را چشیده از نظر رابطه زن و شوهر به نظر من خیلی بهتر از ازدواج با دختری است که در ناز و نعمت بزرگ شده، چون زندگی زناشویی را سالمتر و شرافتمندانه تر می کند. پسر شما عمدن حرفای مرا تحریف کردند و به شکل مسخره درآوردند. بعد هم تهمت زدند که من نیت بدخواهانه دارم و میخواهم زورگویی کنم و چه. آن هم بر چه اساسی؟ بر اساس نامه‌ای که شما برایش نوشته بودید. حالا خانم، اگر بتوانید عکس این مطلب را ثابت کنید، خیال مرا